پسر نوشابه بیار برای خانم گوگوش. متشکرم. من اگه اجازه بدین آقای مهندس کجا بگوشو جانم بشین عزیز من، بشین پدر من. تو تازه باید بشینی 100 تا ترانه بخونی واسه ما. 100 تا؟ بله پس چند تا؟ 100 تا من ترانه بخونم قربان؟ بله خانم جان. شما ببینید شبکه 0 کارشو از شبکه 1 و 2 دیرتر شروع کرده. شما نتیجتا اونجا یه مقدار ترانه داشتین، اونا پخش کردن و ما تماشا کردیم. ما پخش میکنیم اونا تماشا کنن که یر به یر بشین. شما 200 تا ترانه. نه بهت بگم مهندس احساس میکنه که عقب مونده از شبکه 1 و 2 هوله. همین دیگه. آقای مهندس شوخی میکنه. شوخی چیه جانم؟ از اولم شاعر گفته ز شوخی بپرهیز ای باخرت. دال بده. دال بدم. بله. داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی. نه خیر قبول نیست جانم. این دال قبول نیست. قربون دال گفتیم دال داد دیگه چیکار کنه؟ یعنی قدیمی بود جانم. جدید میام یه دال جدید بده روش. دال جدید. دلم تنگه برای گریه کردن. کجاست مادر کجاست گهواره همون گهواری که خاطرم نیست، همون امنیت حقیقی و راست، همون جایی که شاهزاده قصه همیشه دختر فقیر رو میخواست، همون شهری که قد خود من بود از این دنیا ولی خیلی بزرگتر، نه ترس سایه بود نه وحشت باد، نه من گم می شدم نه یک کبوتر. دلم تنگه برای گریه کردن. کجاست مادر کجاست گهواره